خودم یک زن خواهش کردم که درباره مردهایی که ده زن دارند عدالت رعایت نمیکنند و در همه رمضان هم رفتار خوب ندارند. علاوه بر این میگوید شوهر من فاجعه کرده است. یگان نصیحت میکردیم. بله، لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ما برای اجرای یگان امر الله تعالی قوت نداریم و برای پرهیز از گناه قوت نداریم مگر با یاری الله. برادرانی که دو زنه هستید یا سیر زنه هستید، از الله تعالی توفیق عدالت پرسید. واقعا عدالت کردن دشوار است، ولی تا میتوانید عدالت کنید انشاءالله اجر عظیم میگیرید و کاری کنید که ظلم نکنید. ظلم نکنید مقصد بعضی زنهای هم شکایت کردن که حتی تلفن های فرزندها را به روی خط سیاه در آورده است. فرزند خودش است، تلفناش به روی خط سیاه در آورده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که برای یک آدمی بد بودنش کفایه است که ان یضیع من یعول کفا بالمرء شرا او اثما کما قال علیه السلام. برای آدم بد بودنش یا گناهش بس میکند که ان یضیع من یعول، اینکه ضایع کند آنهایی که در زیر عائلش است، یعنی عائله خودش ضایع کند یعنی بی اهمیتی کند. بنابراین و این چنین در صحبت‌های گذشته هم گذاشتیم که کسی اگر ظلم میکند جاء یوم القیامت و شقه مائل، روز قیامت می آید و حالا که یک قسمش شل است یا اینکه کج است. کسی که دو زن دارد و به یک تاش میلی زیاد دارد، روز قیامت می آید و حالا که جسمش به یک طرف میل دارد، یعنی کجاله، در حالت کج به نزد الله تعالی می بیاید. نسأل الله السلامة و العافیه. و اینچنین زنها هم خواه زنی یکم از خواه زنی دویم است. مقصد شوهرای را مجبور نکنید که فقط تمام اهمیتش. بعضی زنها بسیار سبب میشن که بیچاره مردها همون زنها میترسند دیگه. بعضی زنهای کیداشان به خدا بسیار بزرگ است. از دشمنان میگوید بعضی برادرها چین میزنم نمیترسم، یعنی بسیار مشکل است. بعضی زنها همون زنها مجبور میکند که مرد عدالت نکند، ظلم کند به یک طرف. خیلی نکنید. وقتی که به واسطه گناه ناحق شما یک چیز از آن خود کردنی میشید، از همون محروم میشید. یعنی از همین شوهر میخواهید شوهرتان که شوهری دو زن است، میخواهید به پرگی از آن خود کنید، ناحق حقی خواهرتان رو میگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به همین کنداش های و باغچان ها وقتی مراجعت کردن، گفتن که یکی شما طلاق خواهر خودش را نپرسد. گفتن خواهر، گفتن ببینید، یعنی طلاق خواهرش را نپرسد، یعنی یا زنی دویم رو طلاق میدهی یا مرا طلاق میدهی، یا زنی دویم رو اول طلاق ده یا زنی یکم رو طلاق ده. گفته وقتی که طلب میکنید این حرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حلال نیست برای زنی که به الله و روز قیامت ایمان دارد اینکه طلاق خواهر خود را بپرسد. گفتن هر یک آدم رزق خود را میخورد. زنها هم یعنی مردها را به این درجه برده نرسانند و مردها هم در مسئله خاص خودش، یعنی اگر دو زنه هست یا سه زنه هست، اون علم داره که در نزدیکی هاش هست مسئله ها را گذارد، فرصت احکام شریعت را کار کند که ظلم نکند. الله تعالی برای عدالت کردن و ظلم نکردن و برای طبق شریعت عمل کردن برای تمام مسلمان ها یاری و نصرت و توفیق دهد. آمین یا رب العالمین.